حکایت اسب سوار. اسب سواری مرد چلاقی را سر راه خود دید که از او کمک می‌خواست. مرد سوار دلش به حال او سوخت. از اسب پیاده شد و او را از جا بلند کرد و روی اسب گذاشت تا او را به مقصد برساند. مرد چلاق وقتی بر اسب سوار شد دهنه اسب را کشید و گفت: های، اسب را بردم. و با اسب گریخت. اما پیش از آن که دور شود صاحب اسب داد زد: تو تنها اسب را نبردی، جوانمردی را هم بردی. اسب مال تو، اما گوش کن ببین چه میگویم. مرد چلاق اسب را نگه داشت. مرد سوار گفت: هرگز به هیچ کس نگو چگونه اسب را به دست آورده ای، زیرا می ترسم که دیگر هیچ سواری بر پیاده‌ای رحم نکند.